امروز هشتم دی ماه و من از این هفته، یعنی از این شنبه امتحانم شروع میشه، یعنی شروع شده و اولین امتحانم آمار بود، ولی خب چون میخواستم حذفش کنم اصلا نرفتم سر امتحان. از اونجایی که خب استاد آمارم خیلی بد درس میداد، اصلا هیچی متوجه نشدم و تصمیم گرفتم حذفش کنم. و میدونی از اون هفته هاست که قراره پدرم در بیاد، چون هر روز پشت سر هم امتحان دارم و همشون هم تخصصیه. یعنی اینطوری هم که خدایا این چه بلایی بود من بر سر خودم ریختم. از اون طرف اصلا قرار نیست چی مثلا آیدت بشه، آید میگن، هیچ قرار نیست به اطلاعات و دیتات اضافه بشه، ولی خب دانشگاه رفتن توی ایران متاسفانه همینطوری. بعد این ویدیو قراره که یه ویدیوی هفتگی بشه، یعنی یه ولاگ هفتگی از شنبه تا جمعه من، و قراره که توی این هفته که امتحانم شروع شده و شروع میشه و هر روز امتحان دارم، کاری که در روز انجام میدم و نشونتون بدم. از این شنبه هم تصمیم گرفتم جدی رژیم سالم خوریمو دوباره شروع کنم، چون وضعیت پوستم داره بد میشه اگر به این منوال ادامه بدم و سالم خوری نکنم. و کلا از اون طرف احساس سنگینی میکنم، یعنی قشنگ احساس میکنم جسمم سنگین تر از، یا مثلا نفس کشیدن هم حتی سنگینه. در نتیجه تصمیم گرفتم کلا رژیم بگیرم، رژیم سالم خوری، نه رژیم کاهش وزن فقط، و یکم به خودم برسم، چون واقعا تنها چیزی که تو این دنیا مهمه منم و منم و منم، نه چیز دیگه ای و نه شخص دیگه ای. در حال حاضر 2 تا از امتحانامو دادم و 2 تاشو پاس میشم، میدونم که پاس میشم، ولی دیگه 18-19 نیست. الانم امتحانامو دادم، از دانشگاه اومدم که برم درس بخونم، بعد خیلی گرسنم بود دیگه، برای خودم برگر خریدم، برگر. بعد وای من خیلی وقت بود اینجا نیومده بودم، عاشق برگراشم. بذار یه گاز بزنم. واقعا خوشمزه است، یعنی واقعا عاشق غذام. ببین یعنی واقعا با غذا و خوراکی گول میخورم. امتحان بعدیم اقتصاده و اوکی هم باهاش، میدونی اونقدر سخت نیست، ولی واقعا امیدوارم این 2 تا امتحانی هم که دادم با مثلا پاس میدونم میشم، ولی با نمره خوب پاسم کنه، که خب بالاخره روی معدل تاثیر میذاره دیگه. آره امیدوارم خوب پاسم کنن، یه معدل خوب بگیریم. خب امتحانم تموم شد و بهترین امتحان کل دنیا و عمرمو دادم و امتحان بعدیم ریاضی 2 که میره برای 24م. دونت واری دوستان، دونت واری. دیگه تموم شد دیگه، خدا رو شکر اقتصاد هم تموم شد، بریم دیگه بر آخر هفته و عشق و حال. آقا امشب قراره که بریم غذای کره‌ای بخوریم، حالا نمیدونم کره یا چینی، ولی تصمیم گرفتیم امشب شام بریم با دوستم غذای این سبکی بخوریم و
دیگه امتحانه چون خیلی فشار آورده، میدونین که من خیلی خودم رو هلاک کردم، بعد دیگه بالاخره یکم به خودم برسم. بچه اینجای لبم میبینین؟ ببین 3-4 روزه هی صبح که با میشم اصلا تا دهنم وا میکنم پاره میشه تا شب میسوزه وحشت. امتحان بعدی میره برای 22 که زبانه و 24 که ریاضی دارم. این سیزم هیچی هم بارم نیست، انتگرال و ایناست و نمیدونم چه خاکی قراره به سرم بریزم. فردا میخوام برم کوه و اگه بشه ولاگ کوه رو جدا میذارم، ولی یه قسمتایشو توی این ویدیو میبینین. ولی قراره فردا برم کوه شکار آهو. خیلی خوشحالم، خیلی بعد فکر میکنم 6-7 ماه دارم میرم کوه، حال میده. بعد امروز داشتم به این فکر میکردم که باید دوباره ورزش رو شروع کنم، چون من هر بار که مثلا بدنم صدمه میبینه یه مدت خیلی زیادی وقفه میفته بین مثلا ورزش ها و اینا. بعد برای همین داشتم فکر میکردم چه ورزشی رو دوباره برم. بعد داشتم به این فکر میکردم که تنها ورزشی که مثلا هیچ صدمه ای نداره و مثلا هیچ چیزیت نمیشه شناه. ولی از اونجایی که من خب سرشونه های پک و پهنی دارم و گنده ای دارم به نسبت دختر بودنم، برم شنا خیلی گنده تر میشه. در نتیجه داشتم به این فکر میکردم که چه ورزشی رو برم، ولی خیلی دوست دارم شنا رو. کلا ورزش کردن خیلی دوست دارم، که تو روتینم باشه خودش خیلی حالمو خوب میکنه. وقتی تو روتین زندگیم ورزش نیست اصلا بیحال و کسلم، خیلی بده. مخصوصا وقتی کسایی که مثلا عادت دارن توی روتین زندگیشون یه کاری رو انجام بدن، واقعا خیلی سخت. نمیدونم چند نفرتون به این هوروسکوپ و مثلا اینجور چیزا اعتقاد دارین و چقدر براتون مثلا حرفای مثلا این چیزای هوروسکوپ باور دارین یا نه. ولی من یه وایسی، یه سایت هست سالانه برای هر متولدین هر ماه میاد یه وایسی میذاره در رابطه با این هوروسکوپ و اینا و یه مبلغی شما میدی، بعد یه وایسی رو براتون در اختیارتون میذاره. بعد وایسه تقریبا 4 ساعت خورده ایه، بعد توضیح میده و اینا که در رابطه با سالتون و اینا. بعد اونو خریدم، قیمتش 1 میلیون بود ولی تو تخفیفش شده بود 700,000 تومان. 700 تومان خریدمش، هنوز گوشش نکردم و میخوام بشنم اونو الان بنویسم و مطابقت بدم با مثلا اتفاقاتی که میفته به مثلا در دراز مدت توی زندگیم توی سال 2025 ببینم داستان از چه قراره. شما خیلی بهش اعتقاد دارم و همین دیگه. میخوام بشم الان اون کار بکنم و بعدش هم آماده میشم و دوستم یه دنبالم که بریم غذای خوشمزه بخوریم.